ما همه نام عالم مشهور آلبرت اینشتین را شنیده ایم. آلبرت اینشتین در قانون انرژیش میگوید انرژی تمام نمی شود بلکه تبدیل می‌یابد. واقعاً انرژی ما به چی تبدیل می‌یابد؟ به حسودی، کینه‌ورزی، بخل، کینه و کدورت، یا به لبخند، به خوبی و کمک رسانیدن به همدیگر. زیرا ما به هر چی میل کنیم انرژی ما به همان تبدیل می‌یابد. واقعا این اختیار از دست ماست که انرژیمان را به کارهای مثبت مصرف میکنیم یا به کارهای منفی. چون انسان پدیده است که در انتخاب آزاد است. ما میتوانیم که پدیده های زیبا را به خود جلب کنیم، انرژیمان را به آنها تبدیل دهیم، یک انسانی موفق شیم، یک انسانی خودساخته، یک انسانی مثبت نگر و یا یک انسانی منفی و تاریک نظر. انتخاب با شماست. شما قادرید که ایدئهاتون را، انرژیتون را به چی عامل‌های تبدیل میکنید. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید. با ما بمانید تا بدرخشید.